شماری از ایرانیان مقیم انگلستان همراه با دوستداران انقلاب اسلامی از ادیان و ملیت‌های مختلف در اربعین شهیدان خدمت با حضور برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن یاد و نام رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهان شهیدش را گرامی داشتند و با آرمان والای شهیدان تجدید پیمان کردند. ما به مردم و رهبر ایران تسلیت میگوییم و همینطور میگوییم ایرانیان باید افتخار کنند که چنین فرزندان عدالت‌خواهی تربیت کردند که برای رفع ستم در جهان تلاش میکنند. روحانیان یهودی ضد صهیونیسم با در دست داشتن پرچم فلسطین و جمهوری اسلامی ایران در این مراسم پیام خود را ابراز داشتند. امروز آمده ایم تا یاد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران را بزرگ بداریم. ما همچون یهودیان ایران می‌خواهیم جهانیان بدانند که دین یهود ربطی به صهیونیسم ندارد. ما اقدامات صهیونیست‌ها در اشغال سرزمین فلسطینیان و ادامه ستم 70 ساله آنها را محکوم می‌کنیم. سخنرانان از کشورها و زبانهای مختلف به تشریح رویکردها و اقدامات رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید کشورمان در دفاع از مظلومان پرداختند و هموطنان مقیم انگلستان با گرامی داشت یاد و نام این شهیدان وحدت مسلمانان و همبستگی ملی خود را ابراز داشتند. اومدیم اینجا که همدردی خودمون رو با ملت شریف و بزرگوار ایران بیان کنیم. لازم خودم دونستم امروز با جوری که از مملکتم خیلی دوریم بتونیم با اونا همدردی بکنیم، بتونیم تو دردا، تو گرفتاریاشون، تو خوشحالیاشون با اینجا ایستادنمون شریک باشیم. حاضران در این اجتماع ایران را تکیه‌گاهی مطمئن برای حامیان آرمان فلسطین دانستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.